سلام علیکم بینندگان گرامی. نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار مستقیما از تلویزیون تاجیکستان آغاز می‌نماییم. امروز سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت سوق در ناحیه زفاراباد ادامه یافت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه زفاراباد نخست بینای دوآشونه مرکز تشخیصی و طبابتی دیار را مورد استفاده قرار دادند. گزارش همکاران ما 13 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر ناحیه‌های ولایت سوق به ناحیه زفاراباد تشریف آوردند. ناحیه زفاراباد در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در زمینه دستگیری و توجه به واسطه رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت همه‌جانبه رشد نموده سطح و صفت زندگی ساکنانش در زمینه تطبیق برنامه‌های گوناگون دولتی و عملی سازی تدبیرهای سازندگی و آبادانی به مراتب بهتر و خوبتر گردیده است. باید تاکید کرد که سفرهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های مملکت با نظرداشت رعایت معیارهای سانیتری و گیگینی صورت گرفته، همچنین راهبر دولت از دیگر مسئولین طلب می‌نمایند تا معیارهای مقرر گردیده به خاطر پیشگیری از سرایت‌یابی و پنه‌شوی بیماری کووید 19 همه‌جانبه رعایت کرده شود. طور مشاهده گردید در همه تشکیلات و مؤسسه‌ها و کارخانه‌های ولایت سوق برای بی‌ضررگردانی و پیشگیری پنه‌شوی بیماری نوی سرایتی موادهای آنتیسپتیکی و نقاب‌ها در درآمدگاه‌ها گذاشته شده است. ساکنان تمام توصیه‌های متخصصان ساحه تندرستی را عاید به قاعده‌های سانیتری و گیگینی رعایت می‌کنند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه زفاراباد نخست بینای دوآشیانه مرکز تشخیصی و طبابتی دیار را مورد استفاده قرار دادند. بینای نوی طبابتی در زمینه دستگیری و توجه روزافزون رهبریت عالی حکومت مملکت به رشد ساحه تندرستی در شهرک زفاراباد از جانب صاحبکار وطندوست عبدالصمد نورمحمدوف در ادامه تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی برای استقبال باشکوه از 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مساحت 573 متر مربع با خرج 1 میلیون سومانی ساخته و با مؤثرترین دستگاه و تجهیزات تأمین کرده شده است. ساختمان بینای مرکز تشخیصی و طبابتی در ناحیه زفاراباد سال 2019 آغاز گردیده بود و اینک در روزهای تجلیل از 29 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار گرفت. اکنون با افتتاح مرکز طبابتی 20 نفر به فعالیت دائمی در آن جلب گردیدند. مندتداری خود را برای دستگیری صاحبکاران به پیشوای ملت می‌رسانند. امروز با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان من یک مرکز تشخیصی طبابتی که دیار نام دارد بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان به استفاده دادم. باوری دارم که این مرکز طبی در آینده برای مردم ناحیه خدمت میکند. کوشش میکنم که من بعد نیز برای آبادانی ناحیه باز بسیارتر سهم خود را گذارم. مرکز نوی تشخیصی و طبابتی در ناحیه زفاراباد دارای بخش‌های دندان درمانی کلانسالان و کودکانه، مصلحت و طبابت زنها، گینکولوژیا، کسمتولوژی، آزمایشگاه، تشخیص فراسوتی، تشخیص و طبابت بیماری‌های دل و در مجموع 13 اتاق کاری و خدمت رسانی می باشد. مرکز تشخیص طبابتی دیار که با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استفاده داده شد، دارای تمام شرایط خدمت رسانی و ساکنان ناحیه زفاراباد می باشد. در این حجره دستگاه حاضر زمانه معاصر ثبت برقی معاینه سر ایگی هست و این دستگاه سری وقت تشخیص گذارانده می شود که بیماران سلسله عصبی، مرکزی سیستم عصب، بیماران سر، بیماران سرایتی معاینه سر، بیماران دیگنراتیو و غیره. این دستگاه در ناحیه ما نبود. بیماران با مرکزی ولایت روان کرده می شد. برای فراهم آوردن چنین شرایط ما مندتداری خود را با پیشوای ملت می رسانیم که چنین شرایط کار را با ما فراهم آورده است.
در مرکز با مقصد تبابت کارافتادگان با گیاه و رستنی‌ها و میوه‌جات طبیعی تاجیکستان بهشت‌آسا گوشه گیاه درمانی با همه شرایط تشکیل کرده شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن بازدید از این گوشه توجه مسئولان و کارمندان مرکز را برای استفاده مقصدناک و ثمرناک از امکانات فراهم گردیده جلب نموده به طبیبان برای براه ماندن خدمت‌رسانی با صفت و معامله و معاشرت خوب با مزاجان دستور و هدایت ها دادند. شکر مهر وطن کشور صاحب استقلال ما دولت و حکومت به همه ساحه ها توجه کلان داده ایستاده است، خصوصا به ساحه تندرستی، زیرا که بایگری دولت از سالمی جامعه وابسته می باشد. با دستگیری پیشوای معظم ملت بسیار کارها راه اندازی شده ایستاده است. در همین زمینه امروز در ناحیه زفاراباد مرکز طبابتی و تشخیصی دیار به استفاده داده شد. در مرکز همه شرایط‌های زمانوی برای تشخیص و طبابت بیماران آماده شده است. در مرکز برابر دیگر بیماری‌ها برای تشخیص و طبابت بیماری‌های دندان کودکانه که پیشتر در ناحیه این گونه شرایط نبود اکنون فراهم گردید. در جواب به غمخوری‌های پیشوای معظم ملت ما کارمندان ساحه تندرستی ناحیه زفاراباد تمام ملکه و مهارت خود را برای حفظ سلامتی جامعه و دستاوردهای دوران استقلال روانه می‌سازیم. کارمندان مرکز امکان دارند که در یک روز به 50-60 نفر کارافتادگان خدمت طبی رسانند. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان هنوز از سالهای اول صاحب استقلالی مملکت برای رشد ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، تنظیم فعالیت ساحه و تحکیم پایگاه مادی و تکنیکی این سمت افضلیت‌ناک همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده در دوام 29 سال در این ساحه در تمام شهر و ناحیه‌های کشور دستاوردهای نظررس به میان آمده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی پوره با امکانات معاصر خدمت‌رسانی در مرکز نوی تشخیصی و طبابتی، انشاءات نو را همچون تحفه ارزشمند دولت و حکومت مملکت برای کارمندان ساحه تندرستی ناحیه در روزهای استقبال از 29 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی کرده، آنها را برای روانه نمودن تمام ملکه و مهارت جهت باز هم بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی طبی به اهالی و مبارزه بر ضد بیماری‌های سیرویاتی که یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولت عاید به حفظ سلامتی اهالی میباشد هدایت نمودند. همچنین مؤسس مرکز و طبیبان آن به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای دستگیری‌های همیشگی از ساحه تندرستی امکانیت‌های وسیع برای تشکیل چنین بینای معاصر طبابتی بهر سالمی اهالی اظهار سپاس و منتداری نمودند. اطراف مرکز طبابتی در مساحت 1800 متر مربع کبودیزار کرده شده نزدیک 500 عدد گل‌های گوناگون رنگ و نهالان همیشه سبز نیز شنانیده شده است که به محیط زیبایی خاص ضم می‌نماید. در صحن مرکز برای استراحت مزاجان 2 صحبتکده زیبا و نشستگاه‌ها گذاشته شده، اطراف بینا پره سفالک پوش کرده شده است. اطراف بینا را شبانگاه 8 عدد چراغ‌های روشنایی دهنده زینت می‌بخشند. امروز همچنین در ادامه سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи зафаробод корхонаи коркарди шири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири зафарободро мавриди истифода қарор дода аз намоиши истеҳсоли корхона дидан намуданд. таҷҳизоту дастгоҳҳои истеҳсолии корхонаи саноатӣ аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ворид ва васлу насб гардидааст. иқтидори истеҳсолии шири файзо зафаробод дар як шабонарӯз аз 5 то 10 тонна ва дар як моҳ то 300 тонна маҳсулоти ширии дорои сифати баланд мебошад. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи зафаробод корхонаи коркарди шири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири зафарободро мавриди истифода қарор дода аз намоиши истеҳсолии корхона дидан намуданд. дар ин корхонаи нави саноатӣ истеҳсоли зиёда аз 10 намуди маҳсулот аз ҷумла қаймоқ, творог, кефир, ҷурғот, кефири мевагӣ, дуғу дуғоб ва маска ба роҳ монда шудааст. корхонаи нави истеҳсолӣ дар ноҳияи зафаробод дар заминаи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат аз ҷониби соҳибкори ватанӣ наврӯз комилов бо мақсади таъмини аҳолии